در پایان روز نخست بازی‌های المپیک پاریس کاروان ورزشی کشور استرالیا با کسب 3 مدال طلا و 2 مدال نقره در رده نخست جدول مدالی قرار گرفت. همچنین کاروان کشور چین با 2 مدال طلا و 1 برنز در رده دوم و کاروان آمریکا با 1 مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنز در رده سوم قرار دارند. فرانسه میزبان نیز با 1 مدال طلا، 2 مدال نقره و 1 مدال برنز در پله چهارم ایستاد. 8 نماینده کشورمان رقابت خود را در رشته‌ها قایقرانی، ژیمناستیک، تیراندازی، شمشیربازی و تنیس روی میز آغاز کردند، اما موفق به کسب مدال نشدند. در روز نخست مهدی الفتی در رشته ژیمناستیک فوق‌العاده ظاهر شد و به عنوان نفر 8م راهی فینال پرش خرک شد. استرالیا، چین، فرانسه، ایالات متحده آمریکا، کره جنوبی، بلژیک، ژاپن، قزاقستان، هنگ کنگ، چین، آلمان، کانادا، مغولستان، تونس، فیجی، بریتانیا، ایتالیا، آفریقای جنوبی، اسپانیا، مجارستان، سوئد 20 کشوری بودند که موفق